میگم این حرف خیلی تلخه اما واقعیت داره. جیب پرپول دشمن رو رفیق میکنه. به خدا میگم هیچ کس اندازه پول تو جیبت پشتت نیست. اینو همیشه یادت باشه. میگم همیشه یه جوری زندگی کن که انگار هیچ کس رو نداری. توکلت به خدا باشه، روی پای خودت، از هیچ کس هم انتظار نداشته باش. ما خیالمون از این بابت راحته، چون واسه منفعت سمت کسی نرفتیم. هر کاری کردیم دلی بود. میگم پول با روزی خیلی فرق میکنه. پول تو میری دنبالش، روزی خودش میاد دنباله. انشالله همتون خوش روزی باشید.